که حالا پنجشیر که میگن با مردم سمرقندی ده بیدی میگنش، شهرت به ده بیدی دارن که هنوز هم قریه ما ده بید نام داره. ده بیدی از جا فرار میکنن میان به قسمت های میکولاب تاجیکستان، قسمت های پنجشیر، بخشی از پروان و بخش هم در طرف مزار و خلم، تاشقرغان. در اینجا به خاطری که تحت تعقیب قرار نگیرن به مناطق بسیار دوردست و کوهستانی از ترس امیر تیمور گورکانی فرار میکنن که پنجشیر هم یکی از قسمت است. به خاطر ریگستان مرکز شهر سمرقند است. شما سمرقندی هستید و ما سمرقندی هستیم و قریم و ده بیت نام داریم. قوم تاجک هستند که صدها سال قبل از بخارا و کولاب تاجیکستان به افغانستان کوچیدند. ما مردم اصل از تاجیکستان، از کولاب هستیم، از خود کولاب تاجیکستان هستیم. وقتی که جنگ اونجا شروع شد، پدرای ما، باباهای ما، نیکه های ما به افغانستان. اقربای مخدوم عیسامی‌الدین قریب یک عصر پیش از آن طرفی آمو از ترس بلشویکان به افغانستان فرار کردند. اکثری آنها دانشمندان و مردمی دارا بودند. در شاعرها، نویسنده ها، داملا سیبا از بخارا اومدی، از کولاب مهاجر زیاد هست که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشتی جمی دیگه، داملا سیب عبدالحکیم قبرش طرفتره که از چارچشمای کولاب های داملا سیب غش به نام داملا برات که قبری در مرکز ولسوالی است، یا مهاجرای هستند که از تاجیکستان به طرف اومدن. چند دهه را در ولسوالی خواهان بدخشان افغانستان مهاجران آن طرف آمو بنیاد کردند. آنها از سال 1920 تا آخرهای سالهای 30 که دوره مقاومت شخصان ناریضا از نظام شوروی در مناطق جنوبی تاجیکستان است به اینجا آمدند. خدا یعنی زندگی و دارایی را ماندن و خودشون هم دینشون گرفته و از اونجا از دریای آمو عبور کردن به سرحد افغانستان آمدن. نیروهای بلشویکی در دست اول روحانیون و شخصان ثروتمند را تعقیب می‌کردند و گاهی هم آنها قتل و غارت می‌شدند. قشلاقی که قریه‌ای که از همون وقت تا به حال مانده به نام قریه چشمه توت، این همینجا زندگی داشته و به اصلاح دین و آیین خدا قایم گرفته و مانده. آخر سالهای 30 عصر گذشته رحمت الله عثمان با اقربایش از شوروی فرار کردند. او 9 ساله بود. هر لحظه آن روز را چون دیروز در خاطر دارد و همچنین زجرهایی که در غریبی کشید. وقتی که بعد ما اینجا مهاجر شدیم، از بعد حکومت افغانستان وقتی که باز نادرشاه را کشتن، بعد ظاهرشاه که در سر تخشیشت مهاجر در این سرحدا بعد نمان، مهاجرا ما را به دائم درواز کش دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در محبس بغلان بندی، در هم محبس بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و تشنگی را مردن. حالا رحمت الله دکاندار است، 90 ساله است و 15 فرزند و 67 نبیره دارد. بعد از انقراض شوروی به تاجیکستان آمد، تبار خود را زیارت کرد. بین تاجیکستان و افغانستان نظامی روادید است. رفت و آمد با خویشاوندان که دریای آمو آنها را از هم جدا کرده است برای آنها ترتیبی سنگین دارد. بسیار با مشکل ویزا را میگیری که حتی حکومت در افغانستان دیگه واسطه بازی است. آنها بر اینند که بعد انقلاب اکتبر وطن سابقشان آباد و زیبا شده است. اما انقلاب اکتبر چون صحنه تار تاریخ و روز فراق از اقربا و وطن در یادشان مانده است، هنوز هم زجر آن را میکشند.